سلام بچه‌ها، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که تا الان خوب درساتون رو خونده باشید و حالا این چند دقیقه هم که اومدید استراحت بکنید داخل فضای مجازی، این کلیپ ما رو ببینید که حتما به دردتون میخوره. بچه‌ها همین ابتدای کار قبل از اینکه خیلی جدی شروع بکنید به کنکوری درس خوندن، میخوام خودتون رو با نحوه کارکرد مغزتون آشنا بکنم. اینکه اون نقطه طلایی که باعث میشه شما به یک فرد کنکوری حرفه‌ای تبدیل بشید کجاست؟ بچه نگاه کنید. ابتدای کار وقتی که شما میایید مثلا کتاب زیست، کتاب شیمیتون رو باز میکنید و میذارید جلوتون و شروع میکنید به خوندن، این شما هستین که میایید به ذهنتون دستور میدید آقا این مطلب رو حفظ بکن، این مطلب رو مثلا بفهم، اینجا رو مثلا باید چه میدونم اینطوری حفظ بکنید، اینطوری حل بکنید. این شما هستید که میایید به ذهنتون دستور میدید. بعد از مدت زمان مثلا حالا 1 ماه 2 ماه که بگذره، این مغز شما هست که به صورت ناخودآگاه خودش آشنا شده با این فضا. مثلا وقتی دارید یک فصل زیست شناسی رو مطالعه میکنید، خودش به صورت اتوماتیک به شما میگه که اینو باید حفظ بکنم، اینو باید بفهمم، اینو باید داخل ذهنم مثلا نگه دارم مقایسهشو، این شکل رو باید مثلا حتما داخل ذهنم داشته باشم، از این قبیل مسائل. شما برای اینکه برسید به این نقطه طلایی از کنکور، باید استمرار داشته باشه مطالعتون. وقتی که یک مطلبی رو میفهمید، شما تقریبا درصد یادگیریتون تا 40 الی 60% ماکسیموم رسیده. برای اینکه اون رو به 100% برسونید، باید استمرار مطالعاتی داشته باشید و بیاید تست کار بکنید، بیاید سوال حل بکنید تا اون یادگیری شما به 100% برسه. یادگیری 100% فقط و فقط برای اینکه در کنکور موفق بشید بچه‌ها کافی نیست. برای موفق شدن در کنکور ما باید یادگیری خودمون رو بتونیم در کمترین زمان ممکن روی کاغذ پیاده بکنیم. پس ای کنکوری عزیزی که داری الان این کلیپ رو تماشا میکنی، لطفاً بدون، آگاه باش. برای اینکه به یک فرد کنکوری موفق تبدیل بشی، فقط یادگیری کامل کافی نیست. این مهم هستش که شما بتونید یادگیریتون رو در کمترین زمان ممکن و با بیشترین سرعت روی کاغذ پیاده بکنید. هر ساله خیلی‌ها میگن آقا ما امتحان نهایی شدیم 20 کنکور خراب کردیم یا چه میدونم، ما همه سوالا رو میتونستیم حل بکنیم. بچه‌ها شما همتون مسائل رو تا 100% بلدید، ولی این مهم هستش که ما بتونیم اون مسئله رو در کمترین زمان روی کاغذ پیدا کنیم. بچه‌ها امشب میخواستم بیشتر اینو بهتون بگم و حالا اولین قسمت از این به حال چالشمون هست هر شب تا کنکور ما با شما باشیم. لطفاً با ما نظراتتون رو به اشتراک بگذارید و بگید که دوست دارید بیشتر در مورد چه چیزی صحبت بکنیم. بچه‌ها من خودم طی این شب‌ها تا خود کنکور از تجربیات خودم براتون میگم، از اینکه چجوری تونستم رتبه 60,000 رو برسونم به 700 و پزشکی بخونم و با یک سری از دوستان براتون مصاحبه میگیرم قرار میدم، از فضای دانشگاه براتون کلیپ تهیه میکنم قرار میدم و خلاصه هر آنچه که فکر میکنم یه کنکوری دیگه درسشو خونده الان شب میخواد حالا داخل فضای مجازی یه سر بزنه، براش جذاب میتونه باشه، اونو همه براتون آماده میکنم. خیلی خوشحال میشم ما رو به دوستاتون معرفی بکنید و همچنین ما رو حمایت بکنید، برای اینکه به این حمایت شما نیازمندیم. امیدوارم که فردا روز فوق‌العاده‌ای باشه براتون. همتون به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.